که نخستین دور جام قهرمانی استاد امین الله قهرگر که نخستین دورش میان 4 ولایت تقریبا 11 تیم راه اندازی کردیم. هدف از این مسابقات یکی سپاسگزاری کنیم از کسایی که به خاطر رشد ورزش تکواندو در ولایت جوزجان پایه‌گذاری کردن یا این ورزش بنا نهادن. استاد امین الله سال 1366 اولین بار تکواندو را در ولایت جوزجان البته در کلاب خودم آغاز کرد که امروز خوشبختانه بگوییم که حتی در سرحد ماستری رسید. برنامه است که کل ولایت‌ها باید این برنامه سهم بگیره به خاطر رشد ورزش. این ورزش است که ما و شما با هم دیگر روابط بسیار نیکی انجام میدیم.